در زندگی دنیا با قوت باش، چرا که دنیا جای انسانهای ضعیف نیست. در برابر سختی های زندگی با قوت باش، در برابر مصیبت ها با قوت باش، در برابر ناراحتی ها با قوت باش. زمان دوباره به عقب بر نمی گردد. میبینی انسان های نادان ارزش پیدا کردن، باز هم با قوت باش، چرا که این دنیا انسان های ضعیف را نمی خواهد. حتی اگر از وطن دور شدی، غریب شدی، حتی اگر از نان دست مادرت محروم شدی، با قوت باش، چرا که زندگی دنیا جایی به قوتان نیست. با تمام کسانی که منتظر مرگ هستند، منتظر ناامیدی تو هستند، بگو، با آنها بگو مرگ من را نخواهید دید، ناامیدی من را نخواهید دید. من ناامید نیستم و نخواهم شد. حتی رعد و برق سبب نمی شود که از کوشش هایم دست بکشم. با قوت باش، چرا که اینجا جای ضعیفان نیست. در برابر امتحان ها و سختی های زندگی با قوت باش. چیزی را می خواهی ولی چیزی دیگر را می بینی، ولی باید با قوت باشی، چرا که دنیا انسان‌های ضعیف را نمی‌خواهد. در برابر سختی‌های دنیا خودت را تنها می‌بینی که سختی‌ها و مشکلات‌ها جلوی چشمانت را می‌گیرند، ولی باز هم با قوت باش، چرا که انسان‌های ضعیف در دنیا موفق نخواهند شد. تو در برابر سختی‌های دنیا خودت را تنها می‌بینی، نه دوستی و نه برادری و نه رفیقی. پس تو تنها سختی های دنیا را روبرو می شوی. با قوت باش، صبر کن و فراموش نکن که دنیا جای انسان های ضعیف نیست. هرگز بی قوتان را دنیا قبول نمی کند. و در یاد بیاور وعده الله متعال را. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. واصبر لحکم ربک فإنک بأعیننا. صبر کن به حکم پروردگارت، تو زیر نظر و تحت حفاظت و رعایت ما هستی.